عرض سلام و ادب و احترام. ازدواج سنتی یا عاشقانه فلسفه‌ای ندارم در این رابطه. برنامه پسر شایسته ایران. خب خودت داری اون عشق؟ بله. بله. فراوون. این هدف بزرگی واسم انجام شد. به کسی نارو زدی یا از کسی نارو خوردی تو رفاقت به یک رفیق؟ خیلی چالشی بود. شریک زندگیت دوست داری برونگرا باشه یا درونگرا؟ سوال سختیه. فکر می‌کنم اینو اگر از استیو هاپکینز هم بپرسید نتونه جواب. برای شما چهره طرف مهمه یا اخلاق و شخصیت؟ راستشو بگم چهره. خب رفیق صمیمیت بوده طرف؟ رفتیم وارد جزئیات شد. آدم حسودی هستی یا نه؟ آره. اگر بخوای از کسی پول قرض بگیری غیر بابا بزرگ، مامان بزرگ و پدر مادر و خواهر برادر، حتما دوست. در مورد ماه تولد نه. میگن خنکان قماربازی که با بچه بودش بنم مانتیشش الا هوس قمار دیگه. اگه تنها باشی یا با کسی باشی این عصبانیت فرق میکنه؟ باز نمودش بله 100%. بزرگترین هدفت چیه؟ حالا جهت شخصی نه، ولی خب مثلا یک تیپای شخصی میتونم بخرم. چه نوع فیلمی رو دوست داری؟ پدرخوانده. عشق در یک نگاه. کابویی وسترن رو خیلی دوست دارم. به قول یک بزرگی عشق در پس پرده نهان است. 100%. ولی برنامه ما پنجشنبه‌ها ساعت 8 شب از بهار 1403 در سایت آپارات.